نحوه رد کردن شلنگ از دسته کیپی که دوختیم به این صورتی که اول با یه مفتولی که به اندازه دست است انتهای شلنگ رو بهش میچسبونیم. شلنگی که برای دست انتخاب کردیم به این صورتی که الان توی ویدیو میبینید. بعد مفتول رو وارد دسته‌ای که دوختیم میکنیم، در اون طرف کار مفتول رو میکشیم تا این شلنگ به انتهای مسیر برسه. باید دقت بکنید که شلنگ رو دقیقا به اندازه‌ای بگیرید که دسته کیفتون نیاز داره و نه بیشتر، چون تو این مرحله برش دادنش ذره سخت میشه. حالا ما فقط مفتول رو میکشیم از اون داخل بیرون و شلنگ رو داخل دسته کیف نگه میداریم و به این صورت دسته کیف ما آماده اتصال بدنی